سلام دوست داشتنی، میخوام الگو سازی و طراحی دقیق این سبک یقه‌هایی که بدون پایه هستن رو تو این آموزش بهت یاد بدم. فقط باید هر مدلی که دیدی رو بذاری جلوت، همین کارهایی که گفتم برای آنالیزش رو انجام بدی، راحت میتونی یقه رو در بیاری، اونم عین خودش. این مدل یقه‌های بدون پایه فقط یک راه داره که طراحی و ژورنال شناسیش دقیق در بیاد. تو استوری در حد این توضیح دادم که اینجا به این شکله. بعد اول یه مقدار یقه گشاد بشه، اینم که بالای سینه است. مدل طراحی یقه رو بریم روی کاغذ بهتون توضیح کامل بدم. بچه‌ها برای باز کردن یقه اینو توجه داشته باشید که خودش یه ساختار الگوسازی و طراحی داره. حتما اگه خواستید تو کامنت بگید که من راجع به بازی یقه کامل و مفصل توضیح بدم. حالا بریم ادامه درسمون. 4 سانتی متر از روی سرشونه میام داخل، یه مقدار یقه باز بشه. اینم که بازی یقه هم که از سینه یه مقدار بالاتر بود. خب این بیس اصلیمون 4 سانتی متر یقه رو باز میکنم، اینجا مینویسم. بازی یقه‌مون که اینجا تقریبا یه رو همگرد 1.5 سانتی داشت. بازی یقه هم بالاتر از سینه، حالا بگیم اینجا سینه است، اینجا لحاظ کرده بود. این یه دونه خط میکشم. حالا اتفاقی که میفته چیه دقیقاً؟ من میخوام دقیق طراحی کنم، عین ژورنالمون بخواد بشه. اینو برش میزنم، اینم برش میزنم که راحت تا بشه. دقیقاً از خطی که کشیدم، خط رسم یقمه، از همین تاش میکنم. به این صورت. الان خطوط سرشانه رو من مجدد دارم میبینم. اینجا میام هر مدل یقه‌ای که دوست دارم طراحیشو انجام میدم. ببینید شد پشت یقه. تنها راه طراحی دقیق این مدل یقه ها همینی که الان من دارم براتون انجام میدم. بهتر از این، دقیق‌تر از این دیگه در نمیاد. حالا من اینو برش میزنم، ببینید به چه صورت میشه. خب به این صورت شد بچه‌ها طراحی یقه. حالا نه اینکه این شکلی باشه، شما هر طرح دیگه ای رو میتونید. حالا من بخوام اصلا این شبیه دال بشه، هر طرحی رو که دوست دارم وقتی کاغذم رو برمیگردونم طراحیش میکنم به این شکل. بعد شروع میکنم سجافشم میکشم روی همین. یه سجافشم رد سایش توی عکس مشخصه. البته این شکلی بود سجافش، تا اینجا حالت پیراهنی اومده بود، از اینجا هم دیگه حالت انحنا میره تا بالا. این شکلی باریک میشه در آورد، پنترش میشه کرد، یا اصلا حتی سجاف از رو هم میشه داد. هر کدومش خواستید توی کامنت بنویسید، من آموزش سجاف از روش هم بهتون بدم. سجافش باریک، هر مدلی بخواید میتونید بکشید. درسمون در مورد طراحی یقه بدون پایه بود. بچه‌ها این مدلی که فرستادید درخواستی خودتون بود. هر سوالی هم داشتید مثلا راجع به لقی گیریش یا هر مدل دیگه هم دوست داشتید، هم میتونید بپرسید، هم میتونید بفرستید دایرکت. هر نمونه عکسی که دارید ما براتون ژورنال شناسیش رو انجام میدیم.